سلام برای به چنل یوتیوب، خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی بوده داشته باشید، سرشار از انرژی‌های خوب. خب بچه‌ها، داخل این ویدیو می‌خوایم تئوریایی که درباره GTA گفته شده رو با هم بررسی کنیم، ببینیم واقعی‌این یا علکی‌این. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، لایک، کامنت، سابسکرایب حتما یادتون نره. چنل یوتیوب منو حتما سابسکرایب کنید، کامنت‌های انگلیسی بذارید تا حسابتون نریزه. بدون این حرف اضافه دیگه بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، میریم سراغ اولین تئوری، ببینیم ما واقعیت داره یا فیکه. خب بچه‌ها، کلا GTA تئوری‌های خیلی زیادی داره، ولی داخل این ویدیو میخوام حالا چند تاشو بهتون نشون بدیم، ببینیم واقعیت داره یا الکیه. خب بزن بریم سراغش. خب بچه‌ها، اولین تئوریمون دقیقاً لوکیشنش همین جایی که واسهتون گذاشتمه، دقیق داخل این خونه. وقتی میرسید به اینجا یه خونه سفید و آبی پیدا میکنید که باید از پلاش برید بالا. وقتی اومدید بالا میرسید به همچین جایی که یه راهرویی که پر از پله داخلشه، که ما میاییم به این آخریه. بچه این میره بالا، این میره پایین، ما باید این پایینیه رو انتخاب کنیم. که بچه داخل تئوری میگه که اینجا باید یه در باشه که وقتی بریم داخلش بازی باگ میخوره و ما میریم داخل زمین. حالا ببینیم واقعی یا الکیه. خب بریم سراغش. بله بچه واقعی بود و ما رفتیم داخل زمین. سوتی راکستار خیلی عجیب بود. بچه این تئوری درست بود و ما واقعا رفتیم داخل زمین. حالا بریم سراغ تئوری بعدی. خب بچه میریم سراغ تئوری دوم که فکر کنم یکی از باحال‌ترین تئوریا باشه، که واقعا تئوری خیلی باحالیه و باگ خوردن خیلی عجیبی داره. خب بچه اول اینکه لوکیشن این تئوری دقیقاً میشه اینجایی که واسهتون داخل صفحه گذاشتم، که باید بیایید به اینجای مپ بازیتون. وقتی اومدید اینجا میرسید به همچین جایی که در حال ساختن، اینجا که هنوز 10 سال اینجا در حال ساختن و هیچ وقت هم تموم نمیشه. خب بچه وقتی میاد اینجا میرسید به همچین جایی که تو تئوری میگن وقتی از اینجا بپرید روی اون تخته بازی باگ میخوره و شما بندری میرید. حالا نمیدونم این واقعی یا کیک. حالا بیایید با هم یه امتحانی کنیم ببینیم واقعی یا الکیه. بریم سراغش ببینیم واقعیه. که بله بچه نگاه کنید، بچه داره بندری میره، داره بندری میره. خب بچه تئوری دوم هم جواب داد و واقعا بندری رفتش. حالا بریم سراغ تئوری سوم. خب بچه حالا میریم سراغ سومین تئوری که تئوری خیلی عجیب از GTA که برای پیدا کردن این تئوری فقط کافیه بیاید به این لوکیشنی که من هستم، که دقیقاً اینجا لوکیشنتون میشه. وقتی اومدید اینجا با همچین صحنه مواجه میشید که میگن اینجا سوسکای خیلی زیادی داره که همینجوری میبینیم. یه سوسکای خیلی بزرگی داره که بچه نگاه کنید سوسکاشو، مثلا 2 تا بیاد. بچه سوسکاشو نگاه کنید ببینید چقدر زیادن. سوسکای خیلی بزرگی هم هستن، مثلا 2 تا بیاد بره تیر میزنید بچه بیشتر میاد. بچه سوسکا رو نگاه کنید چقدر بزرگن. نگاه کنید چقدر بزرگه سوسکاش. خب بچه سوسکاشو نگاه کنید چقدر بزرگه. حالا بذارید نگاه کنید بچه سوسکا رو دیدید. بچه نگاه کنید، نگاه سوسکا رو، نگاه سوسکا رو نگاه کنید بچه‌ها. بعد عجیبیش اینجاست که همینطوری رو هوا پرواز میکنه و میره. نگاه کنید بچه‌ها، باگ خوردگی GTA رو نگاه کنید. نگاه کن سوسکا چقدر بزرگه، نگاه کنید. بعد اصلا هم نمیشه زدش. عجیب ترین چیزش اینجاست که اصلا نمیشه کشتش. نگاه کنید بچه سوسکو نگاه کنید، واقعا نگاه چه ناپدید میشن کلا. خیلی جای عجیبیه داخل GTA. بچه نگاه کنید اینجا رو مستقیم میره، یعنی نمیافته. نگاه کنید بچه مستقیم میره. خیلی لوکیشن عجیب و باگ خوردگی عجیبیه. نگاه کنید بچه اصلا نمیشه زده. خب بچه تئوری سوم هم جواب داد. حالا بریم سراغ تئوری چهارم. خب بچه حالا میریم سراغ تئوری چهارم که این دفعه از دفعه قبلم عجیب تره، که لوکیشنش دقیقاً همون جایی که قبلا بود، فقط یه ذره اینورتره. اون لوکیشنی که قبلا بود اینجاه، ولی ما الان اینجاییم که دایره خیلی کوچیکی هستش. وقتی میاید داخل این لوکیشن با این مخزن مواجه میشید که باید داخلش آب یا گازی یا یه چیزی باشه دیگه کلا، که وقتی تیر میزنیم باید یه چیزایی بیاد بیرون، ولی خب تیر میزنیم بچه اصلا هیچی نمیاد بیرون. ولی خب جای عجیبش اینجاست که بچه نگاه کنید، اینجا زمینه دیگه، درسته؟ اینجا زمین نیست، یه میله آهنیه، درسته؟ که ما وقتی به این تیر میزنیم ازش گاز میاد بیرون. واقعا تئوری خیلی عجیبیه که بچه از این نمیاد بیرون. نگاه کنید بچه از این نمیاد بیرون ولی از این میاد. واقعا تئوری خیلی عجیبیه. بچه تئوری چهارم هم جواب داد و واقعا نگاه کنید بچه از این میاد بیرون، از این نمیاد بیرون. حالا بریم سراغ تئوری پنجم.
خب بچه حالا میریم سراغ تئوری پنجم که اینم یه تئوری خیلی عجیبیه. خب بچه نگاه کنید، این ماشینا الان دم خیابونن و برای یه بنده خدایی هست که درشون هم قفله، که ما مثلا بخوایم بریم داخل، نگاه کنید بچه اینجا باید دزدی کنیم و درو بشکنیمش. میبینید بچه قفله رو باید بشکنیم تا سوار ماشین بشیم، درسته؟ خب حالا تا اینجاش عجیب نیستش، ولی بچه یه تئوری هستش که میگه وقتی شما با تفنگتون بزنید به شیشه یه ماشینی، دیگه لازم نیستین ماشین رو درشو بشکنید یا مثلا قفلش رو بشکنید، همونطوری میره سوارش میشه. حالا بریم ببینیم جواب میده یا نه. بچه یه تیر اول میزنیم که بچه حالا یه تیر زدیم، حالا ببینیم سوارش میشه. بله بچه دیگه لازم نیستش درو قفل کنی، درو قفلش رو بشکنیم، همینجوری سوار ماشین میشه و واقعا تئوری عجیبیه. چه تئوری پنجم هم جواب داد. حالا بریم سراغ تئوری آخر که یکی از عجیب ترین تئوری‌ها. خب بچه‌ها بریم سراغ تئوری آخر که اینم تئوری چندان جالبیه که بچه‌ها برای پیدا کردن این تئوری فقط کافیه بیاید به لب ساحل، که وقتی اومدید لب ساحل باید یه دونه از این تویپا پیدا کنید که من از این یارو گرفتم و زدم کشتمش، که بچه‌ها بذارید پولشم بگیرم، که پولشم گرفتم. خب بچه‌ها اینو باید با پاتون هی سر بدید ببریدش لب دریا، که به زور و بدبختی باید ببریدش تا برسه به دریا. بچه این تئوری میگه که وقتی این تویپ رو بنزیم داخل آب باید بمونه روی آب و کارکنان راکستار واقعا واسه GTA تلاش کردن. حالا بیایید ببینیم جواب میده یا فیکه، بریم سراغش. خب بچه حالا بیایید بنازیمش ببینیم واقعا جواب میده و GTA خوب ساختن یا همینطوری زدن رفته فقط. خب بچه فعلا که بچه بذارید ببرمش داخل. بچه چرا نمیاد داخل؟ بله بچه فکر کنم رو آب بمونه، به خاطر اینکه همینجوری داره کشیده میشه میبره. بذار به زور بدبختی ببریمش. خب بچه تئوری پنجم فعلا جواب نداده، ولی من اینو انداختم همینجوری مونده زیرش. بچه آب میاد روش همینجوری میمونه زیر. حالا بیاید بریم بچه یه دونه دیگه امتحان کنیم تا اینکه ببینیم واقعی یا کیکه. خب بچه حالا بریم سراغ تویپ بعدی ببینیم این دفعه جواب میده، اون دفعه که جواب نداد. حالا ببینیم این دفعه جواب میده. خب بچه بیاید بنازیم داخلش. که بچه نه بچه موندش. بچه تئوری جواب داد و موند روی آب. واقعا خیلی باحاله، موندش روی آب بچه. پس این تئوری هم جواب داد بچه، موندش روی آب. یه بار دیگه بیاید نازیم داخل. بله بچه نگاه کنید بچه قشنگ موند روی آب، واقعا زحمت کشیدم برای GTA. بله بچه موند روی آب، نگاه کنید بچه کلا مونده روی آب. بچه تئوری آخرم جواب داد و من واقعا باورم نمیشه، موند روی آب. نگاه کنید بچه قشنگ موند روی آب. بله بچه این تئوری آخرم جواب داد و راکستار واقعا زحمت کشیده برای GTA. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت سابسکرایب حتما یادتون نره، کامنت های انگلیسی بذارید تا سوادتون نریزه. خب بچه اگه از این سبک ویدیو دوست دارید حتما داخل کامنت ها بنویسید تا واسهتون پارت دوم تئوریا رو واسهتون بذارم، و اگه لایک های این ویدیو زیاد باشه بازم واسهتون تئوریای خفن از GTA رو میذارم. پس بدون این شرف اضافه تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.